درود بر شما عزیزان. در این پست آموزش سلام. می‌بینیم که با خسته 120 نباشین سانت پارچه بچه‌ها. برای با خودتون یک 120 مانتوی آستین میخوام رگلان بسیار یه مانتو زیبا بدوزیم. بدوزیم. برای این کار میام ابتدا پارچه رو پارچه رو دولا از میکنم، طول میشه 60 دولا سانت. میکنیم، میشه 60 دو سانت. مرتبه دولا میکنم، یعنی در واقع 4 حالا لا میشه 4 لا پارچه ما میشه. و میشه 30 سانت. ببینید اینجا پهنای پارچه 30 سانته. از ترکیه پارچه 120 سانت مشخص میکنم و برش میزنم. خب حالا میام 2 مرتبه از ترکی 60 سانت رو علامت میزنم، پارچه رو دقیقا روی اون 60 سانت تا میکنم. در اینجا باید بلندی پارچه من 60 سانت باشه و این قسمت رو که داریم برش میزنیم دقت کنین حتما 4 لایه بسته پارچه باشه. حالا این تیکه برش خورده که الان آستین ماست رو در کنار هم قرار میدیم. از اینجا 10 سانت، از اینجا 5 سانت وارد میشم و هلال یقه رو به این شکل میکشم. حالا این هلال رو برش میزنم و از پارچه هم جدا میکنم. یکی از آستین ها در دو لایه بسته است. دقت کنین باید اینجا رو برش بزنین و قسمت بالاتنه الان 4 لاست. بازش میکنم. اون قسمتی که رو دو لایه باز پارچه است رو به این شکل با یک خط از همین گوشه‌ای که نشون میدم تا انتهای پارچه برش میزنم. ببینید از همین گوشه برش میزنم تا پایین کار. این قسمت اضافه است و باید دور ریز بشه. قسمت جلوی مانتو رو همونطور که توی فیلم دارین میبینین من مرتب میکنم به این شکل. اینجا میشه قسمت جلوی مانتو. اینا هم آستینای من هستن که به این شکل آستین ها رو باید به بالاتنه وصل کنم. آستین ها به این شکل به بالاتنه وصل میشن. من آستین ها رو میرم میدوزم و تمیزکاری هاش رو انجام میدم. حالا باید هلال یقه رو این قسمت طراحی کنیم. به این شکل از این گوشه تا پایین یه هلال ملایم به صورت سلیقه‌ای میکشیم و 2 تا گوشه یقه رو روی هم میذارم و 2 تا یقه رو با هم برش میزنم. ببینید الان اینجا یه یقه هفت خیلی ملایم در واقع برای جلوی مانتو برش خورد. حالا چون سجاف نداریم میایم از ادامه پارچه که مونده یه نوارهای 8 سانتی برش میزنیم به همین شکلی که میبینید. ما عرض پارچمون 150 بود دیگه، 30 سانت از پارچمون مونده بود. حالا این نوارها رو دولا میکنم و دور تا دور کارم میدوزم و پایان کار یه مانتوی بسیار زیبا داریم.